من خلوه بیبی کلام استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه سینا خانه 17. من صاحب 3 فرزند می باشم. یک تاش دختر 2 پسر دارم. خیلی دخترم با زندگی خودش 2 بچه دیگه باشه. یک تاش باشه روسیه ده. چند سال شد در روسیه. صاحب 6 فرزند با زندگی خودش و گاه تلفن میکنه. خیلی هم زندگی داره. گاه تلفن میکنه، گاه کمک میکنه، گاه نمیکنه. لیکن من در خانه که از استقامت میکنم با یک بچه معیوبم که گروه دوم می باشد. صاحب 4 فرزند می باشد. سال 2015 هم در خانه ما یک وای رخ داد که مثلا من توی داشتم، دخترم به شوهر برآوردنی بودم. ناگهان همون پختای توی که ترددی به توی داشتیم در ویران ماندگی بودیم. از سببی که قوها برق مثال گیریم پست و بلند می شوند. همون سال 2015 25 اوگوست شبانه ساعت قریب 11 شب همون لامپچکا کفیدو به بالای همون پختا غلطید. از حساب همین مثال همون پختا در گرفت. پختا در گرفت به خانه ها گذشت، به همون ویران گذشته. خیلی سختار به عمل آمد. خیلی همسایه ها اومدن، رحمت به همسایه ها که مثلا همه به ما یاردم کردن. اکای عبدالله مثلا همه همسایه ها جل زده بچه ها اومدن. خیلی علاوه کشتن، خیلی پژرنی اومد علاوه کشتن. لیکن همه چیز چهارهایی که برای عروسی تیاری میدیدیم و یا که پختایی که در همونجا بود همش سوخته نابود گشتن. خیلی خانه ها هم از آبی که هموشه بسیار زدن در همون پخته های مثل در همون سوختار. امی سبب خانه ها در ما 5 سال شد که خانه ها روز به روز به کفیدن، یعنی که صدموی دچار شده سوده. خانه ها کفیده رفته سوده. خیلی برای شرایط نداریم که همون خانه ها را مثال گیریم که برقرار کردن. شرایط نیست. برای که پسری معیوب دارم، خودم یک آدم پنسیونر 140 سوم پنسه میگیرم، 2 بچم 270 سوم پنسه میگیرم. همین زندگی هیله برده سوده. شرایط نداریم. شرایط من به حال وضبین. بچم باشه معیوب باید این گروه دکتر در بردیم. روز به روز وضعیتی بایم بد شده سوده. دکتر در بردیم شه اپراسیون کردن در کار. اپراسیون بای میگن 40,000 سوم. بغیر زای خورد و خوراکی بای من خبر گرفتنی بای مثل دارو خریدنی بای من کجا میابم اقفله. خانه ها در حالت صدمه قرار داره. 4 کودک نابالغ در سگ این خانه ها. خدا آرزو نکنه که یک زبان اینجا بی سخت شود یا یک گم چیزی دیگه. ما مثال گیریم که ما سالم خوردگی ما میبرایم این وضعیت، لیکن کودک ها در چه حال میمونم ما نمیدونیم. برای همین من همه شما خواهش می‌مندم که اگر که کسی میتواند من میشنوه به من کمک خود را دریغ نداشته یاردم کنم. برای اینکه ما بسیار در شرایط وزنی قرار داریم. حاضر هیچ کی به ما کمک نمیکنه. من تا همین قصه در پیش هیچ کی تا 2015 من در پیش هیچ کی سرخم کردگی نبودم. برای اینکه من خودم قوه داشتم، کار میکردم، زندگی پیش میبردم. دیگه قوه کاری ندارم که من خودم برقرار کنم یا بزنی باید رو. خیلی خواهش دارم که به من یاردم کنه که من خونم را برقرار کنم و پسرم را به پا خیزم که آینده سرابان فرزند داشت باشه. محتاج هیچ کی نشود. در دم پیری مثل خور هیچ کی نشود.